امروز خبر دقت ما را جلب کرد و خواستیم از آن در برنامه امان چون خبر ورزشی استفاده بریم. خبر این است که ژورنالیست تاجیک خلوتشاه محمود در صفحه فیسبوکش نوشت 23 ینوری سال 2020 در قصر ورزش شهر دوشنبه اولین مسابقه داخلی میان ورزشگران کلوب جودوی حاج شریف که چند ماه قبل تأسیس یافته بود برای به دست آوردن جام حاج شریف برگزار شد. در رسمی که رسانه‌ای شد در افتتاح چاره‌بینی ارگش محمد بیکوف پرزیدنت کلوب، رشید کشورزاده نایب رئیس فدراسیون گشتنی ملی، اسماعیل محمد زایر سرپرست کل باشگاه ورزشی حاج شریف و غیره شرکت داشتند. ژورنالیست می نویسد بیش از 100 ورزشکاری خردسال و نورس از 5 ساله تا 17 ساله از روی 12 وزن بین هم قوه آزمایی کردند و ادامه می کند در آخر سرپرست کلوب اسماعیل محمد زایر به همه ورزشکاران لباس های ورزشی تقدیم نمود. برابر خواندن این خبر نام اسماعیل به ما شناس تافت و وقتی جستجو کردیم معلوم شد که 2 سال قبل ما درباره اش نوشته بودیم. انیقترش درباره خوشگذرانی هایش با صرف صدها هزار دلار. اگر قبلا سخن از به بیزنس وارد شدن فرزندان رئیس جمهور می رفت، اینک نبیره هایش به صحنه آمده اند. ماشین های تیزگرد، اسب سواری، استراحت در سفر دبی قسمی از خوشگذرانی های نبیره کلانی رئیس جمهور اسماعیل صاحبوف است که عکس و نوارهایش را در شبکه های اجتماعی پخش می کند. اسماعیل فرزند دختری رئیس جمهور امامعلی رحمان فیروزه و دامادش محمد زایر صاحبوف است. این نبیره امامعلی رحمان ختم کرده فکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده در بانک ملی تاجیکستان کار میکند. یعنی بانکداری نوبتی از عائله رئیس جمهور. او را در خوشگذرانی هایش نادر پسری منصور جان عمروف سردار سرریاست اجرای جزای جنایی تاجیکستان همراه میکند. دوستان قلیل هستند، هر کجا تا دبی همراه میروند. ما دوباره همین طور سر زدیم به صفحه اینستاگرام، صفحه اسماعیل نبیره رئیس جمهور و دیدیم که این کارمندی بانک ملی که ماهانه اش از 4-5 هزار سومانی بیش نیست، هنوز هم به صرف صدها هزار دلار به خوشگذرانی ادامه میدهد. تنها از عکس و ویدیوهای نشر کرده اسماعیل می شود حساب کرد که در این 2 سال که ما او را فراموش کرده بودیم، نبیره امامعلی رحمان تنها برای خوشگذرانی صدها هزار دلار دیگر مصرف کرده است. بیایید با هم به سیر صفحه اینستاگرامی اسماعیل محمد زایر نبیره رئیس جمهور امامعلی رحمان برویم. استراحت اکستریمالی اسماعیل تیزرانی در بیابان را با رنج روور نمایش می‌دهد. رنج روور دیگر با قیمت 100 هزار دلار بازیچه نبیره رئیس جمهور است. BMW یک ماشینچه دیگری اسماعیل. اما این اسبی که اسماعیل سوار شده است طبق معلومات دسترس شده 180 هزار دلار نرخ داشته است. شاید بجای علف از بانک ملی برایش پول جادو کرده آورده میدهند. چرا نرخ یک اسب تا این حد بالا باشد نمیدونم. گاه با این اسب
اسماعیل در مسابقه های بزکشی هم شرکت میکند. پهلوان: انا این لامبورگینی اوینتادور با قیمتی $400,000. $400,000 میدونید چگونه مبلغ است؟ مبلغ 100 مهاجر کره که اگر هر سال در یک سال 4,000 کار کنند، 100 مهاجر در یک سال در مهاجرت همین قدر مبلغ کار میکند. حالا مهاجران بزرگ $1,000 و $2,000 کار میکنند. اما برای اسماعیل مشکل نیست. اسماعیل پسر داماد رئیس جمهور محمد ظاهر صایبوف و نبیره امام علی رحمان است. امکان خریدن چنین ماشین را حتی در دبی دارد. اینها در کوچه های پایتخت به ملال طلبات قاعده راه را ویران میکنند. ماشین های تبرکیشان بالای درخی مابینی میبراید. آشکارا این قانون شکنی را در شبکه های اجتماعی نشر میکنند از صحیفه خودشان. کسی نیست که اینها را پرسد. بجای این یک کمبغلی بیچاره می بود، حالا ماشینش را به ایستگاه جریمه‌ای برده خودش را هزارها سامانه جریمه می کردند. سرپرستی سرمست را دیدید می؟ این اصیلزاده کارمندی بلند مقامی بانک ملی است. حالا مردم تاجیکستان از غصب حکومت از طرف فرزندان رئیس جمهور نگرانند. معلوم می شود کار با فرزندان تمام نمی شود. نبیرگان رئیس جمهور برای کار کردن در ساختارهای دولتی تیار شده ایستادند. سوال مطرح این است که یک جوانی که سنش 9 از 20 گذشته است و در مؤسسه دولتی کار میکند، اینقدر مبلغ را از کجا پیدا کرده است؟ رئیس جمهوری که میداند در کشورش هزارها نفر از رنج نیمگرسنگی اذیت میکشند، آیا اگر در غم ملت باشد در خانواده‌اش به این سرمستی حق میدهد؟ زمان رسیدنش به قدرت امام علی رحمان گفته بود کسی جز یک برادری تراکتورچی ندارد. تراکتورچی بود، تراکتورچی میماند. اکنون این گله تراکتورچی ها و تراکتورهای زمانوی را بینید. حالا نه تنها 9 فرزند رئیس جمهور بلکه 10 ها نبیره‌اش از حساب غارت پول مال بودجه دولتی، یعنی غارت مردم کشور، میلیونر شده اند و در عوض عرق جبین 2 میلیون مهاجر در هجرت و اشک میلیون ها زنان مادران در کشور در بهترین استراحتگاه های جهان خوشگذرانی می کنند. اینها همین طور رنگ وامپیر خونی مردم را می مکند. انا بعد از نوگ خمیر فطیر کرده همین خیلی کلوب های ورزشی را سرمایه گذاری می کنند و می خواهند نام سیاه خود را بشویند. اما این دیر نمی پاید. انشاءالله مال به صاحبش برمی گردد. تراکتور فرمه هم انشاءالله صاحبش را می یابد.